آهنگ درن جان به مفهوم دارد می آید جان از آهنگ‌های محلی مازندران هست. در آواز بیات اصفهان جا میگیره. این آهنگ رو خوانندگان و نوازندگان بسیار زیادی از جمله خانم منیر وکیلی، خانم شقایق کمالی، خانم پری زنگنه، آقای کوروش یغمایی، همچنین ارکستر فیلارمونیک ایران به رهبری علیرضا شفقی نژاد با تنظیم گریگوریان اجرا کرده. چون میدونیم از لحاظ موقعیت مازندران از شرق به خراسان و در شمال شرقی به منطقه گرگان و ترکمنصحرا نزدیکی و از سمت غرب به گیلان، این موقعیت جغرافیایی موسیقیش در بخش غربی به موسیقی گیلکی نزدیک و در بخش شرقی به موسیقی خراسانی و موسیقی ترکمنصحرا و همچنین بخش علی‌آباد کتول نزدیک هست. موسیقی مازندرانی همچون موسیقی ایرانی در دو بخش موسیقی با متر آزاد و با متر معین اجرا میشه. در بخش متر آزاد ما سیستم مقام خوانی و مقامی رو داریم که از جمله مقام‌های مهم در موسیقی مازندرانی مقام امیری هست که بر اساس اشعار امیر پازواری که اهل بابل بود و شاعر بسیار فرهیخته مازندرانی هست می باشد که این مقام امیری بیشتر در جنوب مازندران رایجه و به دو حالت بلند و کوتاه اجرا میشه، امیری بلند، امیری کوتاه. و ابوالحسن صبا هنگامی که هنرستان رشت رو تأسیس کرد در این منطقه هم تحقیقاتی داشت و همین مقام امیری رو که خیلی شبیه به آواز دشتی بود و میتونست در آواز دشتی بگنجونه در ردیف خودش وارد کرد و استفاده کرد. از مقام‌های دیگه مازندران مقام کتولی هست که بیشتر در شمال مازندران رایجه و در سه حالت کوتاه یا کلحال، متوسط یا میون کتولی و کتولی بلند یا بلند کتولی اجرا میشه که به مضامین عاشقانه و اجتماعی و بیان عقاید میتونه بپردازه. مقام‌های دیگه ولکسری، توری یا تبری و طالبک یا طالبا هست. اما از جمله موسیقی هایی که با متر معین اجرا میشه در مازندران میتونیم به چاوشخوانی اشاره کنیم که قطعه‌ای هست که انگار مثل یک چاوش، یک خبردهنده باعث در بدرقه یا در استقبال کسانی که به سفرهای زیارتی میرن خونده و اجرا میشه. همچنین ترانه ها و تصانیف مازندرانی از جمله همین قطعه درن جان میتونه مضامین توصیفی و عاشقانه داشته باشه که زیاد هم استفاده میشه و چون ملودی خیلی صاف و ساده ای داره و همچنین شعر صاف و ساده هم به دل مینشینه و هم در یاد باقی میمونه. از مدل های دیگه اجرایی در موسیقی مازندران با متر معین میتونیم به نوروزخانه اشاره کنیم که در استقبال از بهار معمولا اجرا میشه. چند ماه قبل از شروع بهار تا خود نوروز ما شاهد هستیم که توسط خوانندگان این قطعات اجرا میشه و توسط مخاطبین همخوانی میشه یا تکرار میشه جملات و بیشتر بافت آوازخوانی داره و از ساز به دور هست و به نوعی میشه گفت با تکخوانی یا گروهخوانی آواز همراه هست. و همچنین تعزیه که تعزیه در موسیقی مازندران باعث شده که به غنا و تغییر فرم‌های موسیقی مازنی کمک کنه و همچنین یک سری مقام‌های جدید رو به این موسیقی وارد کنه. مایه نما در این قطعه سی بمول، می بمول و فا دیز در نظر گرفته شده. میتونیم اصفهان صلح رو در نظر بگیریم
دانگ اسمان سل اصلی ر میکرون فاتی سل و که دانگ چهارگاه هست و دانگ سل لا سی بمول دو که دانگ دشتیه و بعد از اون دانگ دو ر می بمول فا استفاده میشه. در این قطعه ما تنها از نوت فا دیز و سل در دانگ اول استفاده کردیم و در قسمت دوم هم دانگ دشتی سل لا سی بمول دو استفاده شده و دانگ دو ر می بمول فا دانگ دشتی تنها نوت دو و رش به کار رفته. این قطعه در 6/8 هست. کوک ما در اجرای این قطعه دو سل ر که در ستار در این اجرا 1 پرده پایین تر کلن کوک شده و در تار نیم پرده پایین تر. ابتدا یک دور بسخوانی میکنیم قطعه رو. سل بم سل بم سل بم سل بم سل بم سل سل بم سل بم سل بم سل بم سل بم سل بم سل سل سی بم سل سی بم سی بم سل سل سی بم سل سل بم سل سل ابتدا برای شروع قطعه یک پایه داریم. سل بم سل بم سل بم سل بم سل بم سل. تکرار میشه این پایه. جمله اصلیمون از سل بم سل 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 سی. اینو حالت مختلف میتونیم اجرا بندی کنیم. یکی به صورت راست 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 تک، یکی راست 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 ریز که با ریز پر معمولا ازش استفاده میکنیم و میتونیم یه حالت ویبره هم بهش بدیم، یعنی ریز ویبره یا ریز ناله و همچنین اگر به صورت تک باشه فقط تک ناله. و مضرب دیگه راست راست چپ راست تک یا راست راست چپ راست ریز استفاده کنیم. بم لا سل سل سی بم لا سل سی لا سل سل سی لا سل سل لا سل سل. همین یک اکتاو بمتر اجرا میشه. لا سل سل سی بم لا سل سل سی بم لا سل سی لا سل سل سی لا سل سل لا سل سل. همین تم یک سوم بالاتر از سی اجرا خواهد شد. سی 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 ره دو سی سی ره دو سی ره فا سی سی ره دو سی سی دو سی را سی 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 ره یک اکتاو بمتر دو سی سی ره دو سی ره فا سیم زرد بم فا سیم بم فا سی سی ره دو سی سی دو سی را سی و دوباره جمله اول تکرار میشه. سل 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 سی لا سل سل سی لا سل سل سی لا سل سل سی لا سل سل لا. بنابراین فرم این قطعه رو میتونیم آ پریم آ در نظر بگیریم. با سرعت 66 اجراش میکنیم. 1 2 3 4 5 6. عزیز جون دست مردم بریده، عزیز جون دست مرگم بریده، چرا خونه مرا کردی تو شیشه
میکنم.